رقم رو داخل نمایید. مالکان این ترمینال ها یک هفته مهلت دارند به یگان تشکیلات قرضی و یا بانک تابع شوند، در عکس حال فعالیتشان قطع می‌گردد. صاحبان ترمینال ها میگویند ساحه از این به بعد زیر نظارت بانکی ملی می رود. فایده ضرر یگان خیلی با فکر من نمیشود. خوبی در آن میشود که نظارت بانک ملی خوبتر میشود و آن агент ҳо ё он ширкатҳои маблағгузароне ки дар аввал фаъолият мекарданд он қадар қонунгузорӣ риоя намекарданд, дар ин маврид вобаста талаботи бонки миллӣ ин соҳа нақстар тафтиш карда мешавад аз тарафи бонк. بانک ملی که مجوز شرکت‌های پرداختی را بازخوانده است، مسئله را شرح نداد. در یک سال اخیر کار این ترمینال ها به مشکل پیشید و مقامات چندین مراتبه طلبات نو را برای صاحبان این ترمینال ها جاری کرده بودند. در نهایت سال گذشته برای یک مدت کار ترمینال ها قطع شد و منجر به آن گردید که ساکنان مجبور شدند برای پرداخت مبلغ تلفن و دیگر خدمت رسانی ها پشت در بانک و یا شرکت ها نوبت بگیرند. توسط ترمینال ها ساکنان به حساب تلفن خود پول میگذارانند، مبلغ برق و آب، خدمات کمونالی، جریمه و حق تلویزیون های کابلی را میپردازند. به فکر من به ترمینال ها به تلفن های موبیلی مبلغ پرداخت نمودن کمتر دشوار می شود. غیر از این توسط شبکه های مخصوص ما به تلفن های موبیلی خود می توانیم مبلغ ها را پرداخت نماییم، اما همگان از آن استفاده بردن نمی توانند. باروسی زیان بسیار می شود طرف الکتریکو گفاروستش زفت کردی زیان بسیار می شود. زمینی خود چه شوایت زدن تا چک تا میگیری خیلی خوب شده. ترمینال دا برای برق و برای پرتو چم رفته بانک очередь ایستادن ترمینال مو بای میکنیم که خیلی کار مو هم آسان شده هم نقصر شده که очередь نام ایستیم در یک دقیقه کار بود میشه با بدیل پول چک کردی مثلا وای کدار میرن. حالا معلوم نیست صاحبان ترمینال ها از این بابت چگونه فعالیت میکنند، کار را به شکل هست ادامه میدهند و یا کاملا از استفاده این وسایل قبول آسانی پرداخت دست میکشند و مردم هم پشت در اداره های گوناگون برای پرداخت پول نوبت میپایند. مولا رجب یوسفی، شادمانی یتیم، آزادی دوشنبه. تشکر زیاد برای انتخاب خدمت رسانی.